من امیر همتی هستم. در سال 1328 در کرمانشاه متولد شدم و در سال 1350 به استخدام نیروی هوایی در آمدم و در نیروی هوایی من متخصص تراش فلزات و طراحی و ساخت قطعات هواپیما بودم و کارهای خوب و خدمات بزرگی من در آنجا انجام دادم. من جمله از سیستم سوختگیری میگ 29، در واقع سیستم سوختگیری هوایی میگ 29 یکی از خدمات من در نیروی هوایی انجام این کار بود. من به ساز تنبک خیلی علاقه‌مند بودم. در سال 1354 با استاد امیر ناصر افتتاح آشنا شدم و رفتم خدمت ایشون جهت فراگیری تنبک. ایشون هم منو پذیرفتن و من بعد از مدت کوتاهی ساز کوچیکی ساختم که تقدیم ایشون کردم. ایشون خیلی خوشحال شدن و تعجب کردن آقا این کار کی هستش؟ من خدمتشون گفتم که کار خودم هستش و من صنعتگر هستم، فنی هستم. ایشون منو تشویق کرد که برو یه ساز بزرگتر بساخت. من هم رفتم اقدام کردم و یک ساز چوبی از نوع چوب گردو تنبک ساختم و آقای افتتاح خیلی خوشحال شدن و منو تشویق کردن به ادامه این کار. بعد ساز من آقای افتتاح از من خریدن. قیمت ساز 4000 تومان بود. آقای افتتاح 8000 تومان من پرداخت کردن. من خودم تعجب کردم که چرا آقای افتتاح 8000 تومان من پرداخت. گفتش که مسئله نیست، کار شما بیش از اینا میارزه و به خاطر که تشویق بشی و به کارت ادامه بدی من این مبلغ به شما پرداخت کردم. من چوب گردو انتخاب میکنم برای کارام به خاطر مرغوبیتش، به خاطر رگه های قشنگ و به خاطر استحکام و دوام. اونم ترجیحاً من از منطقه کردستان تهیه میکنم و پس از اون چوب توت به خاطر باز خوش صدا و شفافیت صداش من پس از گردو چوب توت ترجیح میدم که بهتره برای ساخت. معمولا ما چوب رو گرد میکنیم، با تیشه پوستاشو جدا میکنیم، بعد در حدی که بالانس بشه میبندیم رو دستگاه، خراطی میکنیم. در تمام سطوح باید به ضخامت 3 سانت بمونه. به مدت 4 ماه در داخل به اصطلاح کیسه که جای ویژه هستش برای این کار که نترکه نگهداری میکنیم. بعد از 4 ماه ما اونو در هوای آزاد قرار میدیم به مدت 1 سال و حتما باید در جلو آفتاب سوزان تیر و مرداد و شهریور قرار بگیره به خاطر اینکه دیگه انعطافش رو از دست بده و چوب نپیچه، پس از اون ساز دفرمه نشه. همیشه دوست دارم که نوآوری کنم. در کنار ساز تنبک و کارهای دیگرم هم اقدام به ساخت ساز دوقلویی کردم که دارای 6 نفیره و دوست دارم که این ساز در واقع یک ساز جهانی بشه. در خانواده سازهای کوبه‌ای هستش که برای اون هنرجو تربیت بشه و خیلی خیلی خوشحال میشم که این به تکامل برسانم و به هر حال نتیجه بگیرم و دیگران استفاده کنن از اون. اهل هنر همیشه دلشکسته هستن به خاطری که یک احساسی دارن، او احساسشون با بقیه فرق میکنه. به خاطر همین هم هستش که
از یک احساس هنری برخوردار هستم. این نیستش که ما بگیم دنیا به وفق مراد ما باشه و اون چیزی که ما میخوایم در واقع باشه، نه چنین چیزی نیست. ولی خب به هر حال از روزگار خودمون هم گله داریم، یعنی اونطوری که شاید باید ما هم به مرادمون نرسیدیم. جامعه هنری که ما زحمت میکشیم، رنج میبریم و سعی میکنیم که اون کار هنری که انجام میدیم با ارزش باشه، ارزش براش قائل بشن و بها بهش بدن، ولی متاسفانه چنین چیزی نیست. من نمیبینم، حتی در کار خودم نمیبینم تا برسه به بزرگتر از من.